هنگامی که مفتول ما دارای پیچ و تاب و ناصافیه، ما اینو نمیتونیم با چکش فلزی صاف کنیم، چون هم خیلی خوب صاف نمیشه، هم این مفتولی که از حدیده گذرونیم گرد شده رو له و لورده میکنه. چکش پلاستیکی هم اون راندمان و کارایی رو نداره، پس بنابراین باید حتما اول بتابیدش، به این شکل میپیچید، بعد میتابید، بعد بازش میکنید. تابیدن خیلی مهمه. این پیچ و تاب و این خم و راست شدن و اون شکن و چین و شکنش رو میتونیم بگیریم به یه روش ساده ای که به نام مد دادن. این روش راهش هم اینه که یا اگر گیره دارید یک سر اینو میبندید به گیره و با سر دیگرش خودتون میگیرید میکشیدش. این مثلا به گیره وصله، اینو دو دسته میکشید. اگر گیره نداشتید باید از یک نفر کمک بگیرید. ابزارهایی که اینجوری لبه های تیز داره، اگر شما اینو خم کنید و بگیرید، در اثر فشار این تیزی اینجا رو پاره میکنه. خب حتما باید یک ابزارتون رو با سنگ این لبه های تیزش رو بگیرید. خیلی برای مواقع دیگه هم کاربرد داره، ولی اینجا هم باعث میشه که این دیرتر یا پاره نشه یا خیلی دیرتر پاره میشه. پس به این شکل باید بگیریدش. به این شکل میگیرید، دو تا انگشتتون هم میذارید این لا، یه پاتون هم میذارید عقب، شما میگیرید و طرف مقابل هم باز به همین روش میگیره با یک ابزاری که لبه هاش گرد نیست و دو دسته. یک دست با این میگیرید، یه دست هم میندازید اینجا که نیروتون برای کشیدن زیاد بشه. یک پاتون هم بذارید عقبتون که اگر یه موقعی پاره شد در رفت زمین نخورید. حالا ما میتونیم اگر گیره نداریم از نورد هم استفاده کنیم. به این شکل میگیریم، دستمون رو میذاریم و اینو میکشیم. البته پاره شد ولی ببینید شین و شکنش کاملا گرفته شد و صاف شد. گیره هم همین کار میکنه. دو نفره هم باز به همین روش میتونید استفاده کنید. حتما ولی باید بتابیدش قبلش.